آتینا کومبا اتیکی کینگا نمورا کونگا. توجه فرمودید؟ متوجه شدید؟ حالا بوتی ساماندا. بله کوچیک رئیس قبیله. بله حالا امروز من به حول و قوه قلمی به بزرگترین ثروتمندترین و تعیین کننده ترین کشور دنیا آمدم، سرزمین بسیجی پرور کمور. دشمنان بدانند آنهایی که ما را تحویل نمیگیرند آنقدر ما را تحویل نگیرید تا طویل دانتان پاره شود. جانم بله من نمیشنوم، صداتون رو نمیشنوم. نیزه بله من آقا اینو یادداشت کن، نیزه میخوام بفرستیم. بله اینه اجازه بده. همونطور که ملاحظه میکنید ملت کمور تا قله های عزت و اقتدار یک یاتاکونده دیگر بیشتر فاصله ندارد. ملت کمور ملت بانشاتی است. اجازه ملت کمور ملت بانشاتی است. بیا هپ. عزیزان من، ملت غیور کمور، سران قبایل، از اونجایی که در 4 سال گذشته تمامی مشکلات ملت ایران حل شده، من میخوام دور دوم ریاست جمهوری خودم رو خالصانه وقف کمور کنم. بله نمیشنوم من. نه بله میخورین یا میبرین؟ شما سفره رو بندازین، عکسایی میارم سر سفره هاتون، من نفت میارم سر سفره هاتون. امروز کمور به آخر خط رسیده و هیچ راه حلی جز رو آوردن به ارزش‌های متعالی امام راحل رو نداره. آقا شیشه خالی بیار ارزش ببر. بغلس رئیس قبیل بغلس اجازه بده. این گونه نباتان دا کموراتان دا لاکن ای کاش من هم کوبوتوبان دا. توجه نمید یادداشت کنید.